داستان زیاده ولی یکی با همه فرق داره. یه با 2 سرباز بودن، رفیق بودن تو میدون جنگ. یکی از رفیقاش زخمی میشه و سربازه به فرماندهش میگه رفیقم زخمی شده، میخوام برم نجاتش بدم. فرمانده بهش میگه اون دیگه زخمی شده داره میمیره، دیگه فایده ای نداره برای نجاتش بری. سربازه برمیگرده میگه رفیق اگه رفیق باشه جنازش هم با ارزشه. فرمانده بهش میگه باشه برو. سربازه میره نجات رفیقش و فردا با جنازه رفیقش برمیگرده به اردوگاه. فرمانده تو چشاش نگاه میکنه، دیدی بهت گفتم ارزشی نداره، اون الان مرده. سربازه تو چشاش نگاه میکنه، اتفاقا میگه خیلی ارزش داشت. گفت برای چی؟ گفت آخه وقتی بالا سر رفیقم رسیدم آخرین حرفش این بود میدونستم واسه نجاتم میای رفیق. سلامتی رفیقای ما معرفت.